اومدیم با یه ویدیو دیگه. بچه ها ما توی ویدیو اومدیم میخوایم ریسوس پک تو گوشی دانلود کنیم، تو گوشی ها میخوایم دانلود کنیم. خب ما اول وارد انا خوش اینجا هم یه دونه ریسوس پک باشیم ببینید چیه. برک نیست. خب حالا ما اول وارد چیز میشیم، اسمش چیه، هم سرچ میکنیم، مینویسیم چی، خب مینویسیم 32x، نویسیم 32x، حتما هم لایک کنید دیگه. خب آها میبینید بعد الان ریسوس پک ها میاره. بعد اینو هم که میبینید اینا ریسوس پک هستن، من خودم ریختم، ولی وسط بالاش یک عکس میاره، برای همیشه هم نمیره. لازم دانلود نکنید. بیای پایین، من ریسوس پک خودم که دانلود کردم اینه، این خیلی خوبه، خیلی دوستش دارم، دقیقا همینه. بعد میایم میذاریم رو دانلود. خب میبینید الان چیز میشه، پیچ میشه. خب الان ما میایم چیزو میزنیم، تنظیمات رو میزنیم، بعد میایم پایین، بعد میایم اینجا ریسوس پک رو پیدا میکنیم. آها این یعنی خواهش ریسوس پک فعاله. ما کن الان مثلا ما خواهم ریسوس پک رو فعال نکنم، ریسوس پک خودم میبینید، بیاید میبینید اینجا ریسوس پک ولی فعال نیست. شما باید بیاید گوشی رو بزنید اون پایین علامت رو میزنید فعال شه. بعد با این بیاره خب الان که میبینیم الان اومد، میبینید چه قشنگه، درختاش خیلی قشنگه. بعد شرشش هم کوچیکه، چیزامونش هم باحاله، غذاش هم خیلی باحاله. همینه که بلاکاش هم این شکل، فقط مشکلی با بلاکاش اینا بلاکا پشماته، این پشمه آها اینا پشماشه اینجوریه، مثلا میخواد گیری بزنید اینجوری میفتی تو. خب تا ویدیوی بعدی گود باید خوش کنم، حتما لایک کنید، چنل منو دنبال کنید و کامنت بذارید. تا ویدیو بعدی گود بای.